جمال‌الدین آبرومند، یکی از مدیران سپاه پاسداران در زمان جنگ، یکی از متهمان پرونده هلدینگ یاس که به نوعی خزانه سپاه بوده و دوست گرمابه و گلستان محسن رفیق دوست و همچنین رفیق فابریک دزد بزرگ محمد قالیباف و یکی از امضا کننده های قرارداد 20,000 میلیارد تومانی سپاه با شهرداری زمان قالیباف. پای ثابت تمامی بنیادها و شرکت هایی که دستشون تا بازو تو جیب ملته و از خون ملت ایران میمکن، جمال‌الدین آبرومنده. اون به تمامی ارکان ریز و درشت نظام رشوه داده و دم همه رو دیده و به همین دلیل هم از مسئولیت خاصی برخورداره و حتی بعد از متهم شدن در پرونده هلدینگ یاس نه تنها محاکمه نشد، بلکه پست و مقام‌های بزرگتری همچون دستیار رئیس مجلس رو هم دریافت کرد که البته رئیس مجلس کی بود؟ بله، محمد قالیباف. یکی از شاهکارهای ایشون این بود که حقوق $100 نیروهای تروریست حوثی، فاطمیون و زینبیون رو 500 تا $1000 فاکتور می‌کرده و اختلاسی چند میلیون دلاری برای خودش و دوستاش رقم زده. فهرست دزدی‌های این انسان فاسد تمومی نداره و هر جا اسمی از سپاه و پول‌های سپاهه نام اونم به چشم می‌خوره و اون و قالیباف دو حلقه مهم برای تامین زنجیره مالی خامنه‌ای و مجتبی هستن.